المنة لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان، کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. یار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، از قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین، از شمع بپرسید که در سوز و گداز است. به 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 به. چقدر غزل زیبایی. واقعا خیلی غزل زیباییه. مرسی. خوشحالم که شما هم همون حس و حال خوبی رو که به من داد وقتی که به خصوص دیدم مثل اولو خیلی خوشحال شدم و احساس کردم این عیدی سال نو میلادی دکتر شهبری بود به ما، چون واقعا خیلی غزل خوبی بود. زحمت. و خب من امشب میدونم که جلسه پیش در مورد حسام الدین و دوستی و صلاح الدین صحبت کردیم. نمیدونم تا جایی که یادمه گفتیم یه مقدار بیشتر اگر بخوایم میتونیم در مورد صلاح الدین صحبت بکنیم. و باز میخواستم اگر شما جناب رافی دوست دارید یکم شما برامون بگید. به خصوص یه ویدیو یوتیوب هم فرستادید که خیلی عالی بود و البته من قبل مدتی پیش گوش کردم و دیگه جدیداً گوش ندادم، یعنی دقیق به خاطرم نیست کل جزئیات ویدیو، ولی خیلی ویدیوی خوبی بود و مرسی که فرستادید. بعد یه ویدیوی دیگه هم که با شما فرستاده بودید که خیلی خوب بود، همون غزل میرزاده عشقی بود که اینجا ایران نیست، این ویرانه ایران نیست، ایران کجاست، که به اصطلاح یکی از سوزناکترین و دردناکترین واقعا اشعاری هست که همیشه دل منو به درد میاره و خیلی از دوستان من که مهاجرت کردن وقتی که با هم دیگه این به خصوص شعر رو میخونیم یه حس و حال دیگه‌ای به خصوص برای مایی داره که سفر کردیم و آمدیم و انگار که ما از میدونم خیلی هم در ایران هستن دوست دارن ایران رو ترک کنن، چون دیگه اصلا موضوع فقط اون مرزهای فیزیکی و خاک فیزیکی ایران دیگه نیست، واقعا اون فرهنگ ایران هست که من فکر میکنم میرزاده عشقی داره در موردش صحبت میکنه و اون فرهنگ ایران هست که به نظر من نگرانشه و میگه نیست و ویران شده فرهنگ ما. و واقعا این ساختن دوباره ایران یک کار فرهنگیه و یه پروژه ساخت و ساز فرهنگی هست، بیشتر از اینکه بخوایم در مورد ساختن فیزیکی کشور، ساختمونهاش، اماکن عمومیش، نمیدونم اینا صحبت کنیم که البته اونا هم حتما جای خودشونو دارن. ولی بعدش دوست داشتم بعد از اینکه شما در مورد صلاح الدین صحبت کردین و بعدا هم بیشتر در موردش بحث کردیم و چون جمع به اصطلاح صمیمی هست میدونم که خیلی هم میتونیم بیشتر صحبت بکنیم چون تعداد کمتر هست فرصت بیشتر خواهد بود. اینه که میتونیم شاید در مورد مهاجرت و در مورد سفر و در مورد مرزها قبلا هم صحبت کردیم یکم،
ولی من چند تا شعر دیگه براش پیدا کردم در موردش، از دیدگاه مولانا بازم، که اون به خصوص چون که خودش هم حالا هم سفر فیزیکی به اصطلاح افقی رو داشته، یک سفر ارضی داشته و افقی داشته از بلخ به قونیه، سفر عمودی و از پایین به بالا رو هم داشته که سفر متافیزیک یا سفر عرفانی و معنویش بوده و روحانیش بوده. و در مورد این 2 تا سفر صحبت میکنیم و اینکه چطور میشه با توجه به آموخته هایی که ما میتونیم از مولانا داشته باشیم این مسئله از دست دادن فرهنگمون رو، اون سرزمین از دست رفته یا اون فرهنگ از دست رفته ای رو که میزاده عشقی در موردش صحبت میکنه، آیا آموزه های مولانا میتونه کمکی بکنه برای به اصطلاح حفظ و بازسازی این فرهنگ یا این سرزمین فرهنگی بخوایم بهش بگیم، این مرز و بومی که حالا اسمش ایران هست، فرهنگی که شناخته شده هست و واقعا در خیلی نقطه های دیگه از دنیا این فرهنگ داره بهش بها داده میشه و هنوز هم با ارزش هستش. چطور میشه استفاده کرد از دیدگاه مولانا و جهانبینی مولانا برای اینکه دوباره اونو بازسازیش کنیم؟ ولی اینم خواستم فقط بهش اشاره کنم. بفرمایید شما جناب رفیع. عرض سلام خدمت دوستان عزیز. من امیدوار بودم که امشب فرصتی داشته باشم در مورد 3 نکته میخواستم صحبت کنم. اول همونطور که شما فرمودین در مورد حسام الدین چلپی، بعد در مورد صدا خوب تأثیر نیستش، ببخشید صداشون اوکوه. تأثیر AI. حالا بهتر شد؟ بله. تأثیر AI روی ادبیات ایران، و بعد هم در مورد آقای عبدالحسین زرینکوب. اگه خاطرتون باشه ساناز خانم، من چند روز پیش یک ویدیویی فرستادم برای سایتمون که درباره سخنرانی مرحوم زرینکوب بود در دانشگاه هاروارد. نمیدونم دوستان گوش کردن به این یا نه. به نظر من خیلی خیلی سخنرانی خوبی هست و با اون زبون و بیان بسیار شیرین آقای دکتر زرینکوب من بسیار استفاده کردم. و جالبش اینجاست که در این ویدیو با اینکه متاسفانه کوالیتی پروگرامینگش و اون سایتی که انجام داده بود به نظر من یه مقداری they overdid it و بعد قسمت هم کردن و بعضی چیزا هم دوباره تکرار میشه. ولی خواهش میکنم که اگه امکان داشت این ویدیو رو نگاه کنید، به خصوص در مورد رابطه بین شمس و مولانا که به نظر من خیلی 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 زیبا و با دیتیل آقای دکتر زرینکوب در این مورد صحبت میکنن و به اشتباهات اونهایی که رابطه عاشقانه مولانا و شمس رو از دریچه جنسیت بهش نگاه میکنن خیلی خیلی قشنگ توضیح میکنن. من فکر میکنم من بهترین بوده که تا حالا شنیدم. البته نمیدونم با آقای دکتر زرینکوب آشنا هستین دوستان یا نه. ایشون استاد دانشگاه ادبیات ایران بودن و سرگذشت خیلی جالبی دارن و خیلی خیلی سخت کار بودن. خیلی هم کتاب نوشتن، به خصوص در مورد مولانا. به نظر من بهترین کارشون کتاب معروف پله پله و ملاقات با خداست. پله پله و ملاقات خدا، که بسیار بسیار سرگذشت جالب و
واقعا دوست داشتنی از زندگی روزانه و زندگی مولاناست. ایشون فقط نوشته هاشون، دو جلد کتاب دیگه هم راجع به مثنوی نوشتم به نام سر نی و کتاب های دیگه هم که خیلی دارم، حالا من همش رو یادم نیست. ولی یکی از ایراد که چه از کنم، یکی از کامنت هایی که دوستان به نوشته های آقای دکتر زرینکوب دادن این بوده که ایشون خیلی ادبی می نویسن و بعض وقتا برای اونهایی که در ادبیات تخصصی ندارن از جمله بنده، خیلی مشکله که بعض وقتا ما بتونیم روون بخونیم نوشته هایشون و خیلی هم از در این مورد نوشتن که آقای دکتر زرینکوب همیشه برای کتاباشون بر اساس نوشته برای لیسانس های ادبی هست، ادبیات هست. بعد و در این مورد جواب ایشون این بوده که من چاره‌ای نداشتم جز اینکه با اینکه استاد دانشگاه ادبیات هستم حداقل اون مرز رو نگه دارم و به ادبیات ایران خدمت کنم. در هر حال من پیشنهاد میکنم که اگر فرصت شد هم این ویدیو رو نگاه بکنید و هم اگر بیشتر میخواین با مولانا و عقایدش آشنا باشین از کتاب پله پله تا ملاقات با خدا رو بخونید. این یه مطلب. مطلب دیگه ای که میخواستم راجع بهش صحبت بکنم این بودش که من چند روز پیش میخواستم یه تجربه‌ای با AI داشته باشم در کامپیوتر از نظر ادبیات ایران. یه شعری رو از مولانا خوندم و گفتم که اینو برای من تفسیر کنید به AI. جواب اومد که این شعر مال حافظه. حقیقتش یه خود دلخور شدم و اینکه چطور میشه همچین اشتباهی کرده باشم. بعد یه خود بیشتر تحقیق کردم. من میدونم که همه دوستان با کتاب گنجور یا به قول خیلی ها گنجور آشنا هستم. من دنبال یکی از اشعار میگشتم در گنجور، دیدم که تغییرات وسیعی در گنجور داده شده که خیلی خیلی برای من جالب بودش. تمام کتاب های شعر ایران، همه شعرها، اونهایی که به خصوص در گنجور اسم برده شدن و دیوانشون هست، همه اینا توسط AI ترجمه شده و تفسیر شده. یعنی شما مثلا یه غزلی از مولانا که میخواین بخونین که خدا حفظ کنه آقای دکتر آقای کریم زمانی 5-6 سال طول کشید تا 2 جلد از تفسیر غزلیات مولانا رو از حرف الف تا ب تفسیر کنن و هنوز بقیهش نشده. ولی از طریق AI نه تنها تمام کتاب ها، تمام شعرها، مولانا در روزه 56,000 بیت شعر داره، مثنوی و غزلیات و روایات، همه تفسیر شده و توجیه شده. حالا من رفتم ببینم که مای گاد، بعد مگه میشه همچین چیزی اتفاق افتاده باشه؟ بعد شروع کردم به خوندن بعضی از این تفسیرها و اونجا اسمش هم گذاشتن که هوش مصنوعی.
یعنی به انگلیسی و فارسی هر دو ترجمه شده. شما میخوان یک شعر، یک غزل، یک بیت رو از هر جای کتاب های مولانا پیدا بکنین، میرین توی گنجور و اون شعر رو پیدا میکنین و عین همون فوراً میبینین که تفسیرشو مثلا در مورد غزلیات اوورال میگه، بعد بیت بیت تفسیر میکنه، که به نظر من یه چیز خیلی خیلی عجیبیه. و این چه خواهد کرد به فرهنگ ما من نمیدونم. یک کاری که صدها سال طول میکشید تا شما بخواید تمام شعرهای ایران رو تفسیر بکنین هر بیت به بیت، این همه رو کرده maybe in few hours، و بعد اومده همه اینا رو به ترتیب سر جاهای خودش در کتاب‌های مختلف جا داده. من نمیدونم، واقعا یه چیز عجیبه، خیلی خیلی عجیبه. دلم میخواد در این موردی مقداری بحث بکنیم و ببینیم نظر دوستانمون در این مورد چیه و آیا هوش مصنوعی میتونه اشعار ایران رو ترجمه و تفسیر بکنه یا نه. برای من شده یک پازل، برای که شاید وقتی مولانا میگه هر کسی از زن خود شد یار من، شاید اینم نظر هوش مصنوعی بوده، یک نوع نظره. ببخشید میشه سایتشو بگین شما، من برم توش. سایت گنجور. نه سایت این چیزی که رفتید براتون همشو من سایت AI بریم. من سایت MI. رفتم AI چت میتونیم برین. شما بزنید توی گوگل AI، بعد سایت های مختلف رو 5-6 تا بیشتر نیستن، هر کدومش که پیدا بکنین میتونین AR. AI. AR. ولی گنجور already has done it. من نمیدونم ساناز خانم دیدن این رو یا نه. امیدوارم که مرسی دیده. اشاره کردین، چقدر بحث خوبیه و من اتفاقا الان که شما گفتید دارم نگاه میکنم. من راستش به دلایل مختلفی گنجور یا گنجوری که شما فرمودین مدتی بود که کلا اصلا رها کرده بودم به خاطر انتقاداتی که شنیده بودم از اساتید خیلی خوب در مورد اینکه اشکالات زیادی داره و به اصطلاح همیشه متاسفانه یا خوشبختانه خودم رو محدود کردم به کتاب‌های فیزیکی که دارم، نسخه‌های به اصطلاح فیزیکی که از این شاعرها دارم معمولا مراجعه میکنم بهشون، که خب خیلی وقتا ببخشید برای اینکه بخوام مطلبی رو برای کسی بفرستم یا توی تحقیقات خودم دیگه دوباره همه اونا رو تایپ نکنم، بله میرم استفاده میکنم از گنجور و اینا، ولی تطبیقش باز میدم با نسخه هایی که مورد تایید خودم هستن حداقل، تا برای من به اصطلاح معنی و مفهوم بهتر. مثلا اگر من غزلیات شمس رو میخونم، بله همین نسخه آقای کریمی زمانی رو 100% تایید میکنم و آقای کدکنی رو خیلی دوست دارم، کارشون رو که روی غزلیات انجام دادن. آقای دکتر قمشه‌ای رو دوست دارم کارشون رو، و کسان دیگه هستن که خب میتونیم نگاه کنیم. حالا اصلا این بحث تفسیر رو که شما جناب رئوف فرمودین یه بحث خیلی بزرگی و مفصلیه، به جزو اصلا همین بحث ویرایش و ویرستاری و به اصطلاح این مسائل مهم هست که حتی سر بشنو از نی و بشنو این نی میشه در موردش صحبت کرد که تو نسخه های مختلف، از نسخه نیکلسون تا نسخه کلاله خاور تا نسخه های دیگه، اینا ممکنه کلمات همین حرف از میتونه اصلا معنا و مفهوم اون بیت رو تا حدی تحت تاثیر قرار بده. و خب اگر چنین نکات ریزی میتونه اینقدر مهم باشه، به خصوص برای کسانی که مثل ما ادبیات رو با نکته بینی بهش نگاه میکنیم، چون میدونیم اعماق و ژرفای این دنیا چقدر زیباست و نمیخوایم از کنارش ساده بگذریم، چون به زیباییش خوشبختانه
این موهبت نصیبمون شده که واقف شدیم و از این بحث لذت بردیم، دیدیم زیباییاش رو، خیلی برای ما مهم میشه که دقت نظر داشته باشیم وقتی که داریم این نسخه ها رو میخونیم. ببخشید، بدونیم از چه نسخه استفاده کنیم. اویی که اشتباه گذاشته میشه میتونه معنی جمله ها، ابیات رو، مصرع ها رو تغییر بده. خب این یه معضل بزرگی بود که در گنجبر یا گنجور قرار شده بود که اینا رو همه رو اصلاح کنن، نسخه های مورد تاییدتر رو بذارن و یک گروه بزرگی از دوستان سافت‌وری و نرم افزاری داشتن روش کار میکردن. من دیگه شنیدم که آپدیت شده یه مقداری، بعضی کتابا، بعضی نسخه های یه مقداری آپدیت شده، نسخه های بهتری رو گذاشتن، ولی در همین حد و هنوز هم به خاطر اینکه درگیر یکی از کتاب خودم بودم نرسیده بودم چک بکنم. تا الان که شما به این مسئله اشاره کردید، الان توی سایت گنجور هستم یا گنجبرگ یا هر چیز و اینی که شما کجای این AI رو استفاده کردید؟ من از AI اصلا رفتم تو سایت گنجور شکرستان که در بله پیش از شکرستان. اگه بزنین اپ توی تلفنتون، سایت شکرستان میاد که همون گنجوره. بله. بسید خانم شما پیدا کردین؟ من گذاشتم بعدم ببینم دیگه، چون نمیخوام از اینجا بیام بیرون الان. یادتون باشه که شکرستان یا اسم نوشتم. آره بله نوشتم که شکرستان یا چیز یا یا گنجور گنج. هر دوش هست. بله، چون من هر چی اینو رو باز که یادداشت میکنم که بعدا سر فرصت برم روش ببینم. اینو باز اگرم شما جناب رئیس خودتون، من الان این سخنوران پر مخاطب و این صفحه اول رو که میرم، حتی این چهره ها رو نمیدونم شما دوستان دیدین، بازسازی هایی که AI کرده از تمام این شعرا، خیلی جالبه. مثلا عکس حافظ و مولانا و اینها رو من دیدم و یه حال عجیبی بهم دست داد که اینها رو به صورت حقیقی درست کرده AI و یک حس خیلی عجیب و خاصی بود. من قبل از اینکه بیشتر در مورد همین AI صحبت کنیم، دکتر عربی شما دستتون بالا، اول شما بگین صحبتتون رو بعد ادامه بدین. چشم. راجب دکتر زرین‌کوب صحبت شد. من یه چیز جالبی میخوام بگم. من یه دوست خیلی صمیمی دارم که پدر ایشون پسر عموی دکتر زرین‌کوب بودن و اینا در بروجرد زندگی میکردن و این دوست من فامیلشون هم زرین‌کوب بود، ولی پدرشون به اصطلاح یتیم بود، خونه عموش زندگی میکرد. برای اینکه اینو سربازی نگیرن این اسمشو عوض میکنه وگر نظر. بعد این برای من تعریف میکرد، میگفت که پدرشون سواد نداشت ولی با دکتر زرین‌کوب اینجوری با هم همیشه با هم بودن و میگفت این شب تا صبح مینشست بغل دست دکتر زرین‌کوب که درس بخونه، بره امتحاناتشو بده و در واقع یک ساپورتر خیلی مهمی بود. مواظب بود که ایشون خوابش نبره، بمونه، کتابشو بنویسه، مقالهشو غیره. و دکتر زرین‌کوب هم اسم پدر ایشون رو مثل که تو کتابش، حالا هر کدوم از کتاباش، تشکر کرده ازش و خیلی خاطرات جالبی داشت و میگو وقتی دکتر زرین‌کوب اومد فیلادلفیا، این رفتن دیدنش و فامیلن دیگه و خیلی براش احترام قائلن همه فامیل. البته خب شایدن، ولی خب پدر دوست من در واقع خیلی همکاری کرده در
رشد و مقاومت و به اصطلاح زحمات دکتر زرین‌کوب، چون شما وقتی یکی دارید میتونه باهاتونه، تشویقتون میکنه، مثلا میخواید بخوابید بیدارتون میکنه، کاغذاتون میاره، کتابتون میبره، هرچی، خب خیلی کمک مهمه. حالا خواستم فقط اینو بگم که این دوست من خیلی خاطرات جالب از این. جالب یه جورایی مثل ببخشید بفرمایید اگر اشتباه نکنم مثل که آقای دکتر زرین‌کوب در پاریس هم فوت کردن و اونجا فکر کنم من اینو دیگه باش صحبت، حالا فردا شب میبینمش، ازش سوال میکنم، یک به اصطلاح اطلاعات. اتفاقا یه بار بهش گفتم تو بیا کانون راجع به این آقای دکتر زرین‌کوب، چون بله family member و she has a lot of information and memories. گفتم یه روز بیا راجع به ایشون. اتفاقا توی صحبتم شد تو کانون که ما باید یه سخنرانی هم راجع به دکتر زرین‌کوب بکنیم. بله. البته به توسط کسی که خودش هم تو ادبیات اطلاعات داره، اشعار رو بلده، غیر ذالک. به نظر من فکر خوبیه، باید این کار انجام بشه، برای اینکه ایشون خب خیلی مهمه در ادبیات کشور ما و در کتابایی که راجع به تاریخ نوشتن و غیره. دوست من همه این کتابا رو هم تو کتابخونه‌اش داره. خب ما راجع به ایشون بیشتر چیزی یاد بگیریم، از کاراشون و از تأثیرشون. هیچ کس به اندازه دکتر زرین‌کوب به دیتیل راجع به زندگی مولانا ننوشت. بله و کلا اصلا عرفان واقعا همونطور که شما فهم، بله در نظر عرفان هم همینطور واقعا. و تاریخ ببینید کتاب 200 سال سکوت، اینا خیلی قشنگ چیز بود. بله به نظر من اگر ایشون تشریف دارن و بتونن برای ما صحبت کنن، من خیلی فکر میکنم مفید خواهد بود، حداقل برای اونایی که آشنایی دارن با مولانا. ایشون میگم اگر اشتباه نکنم 8 یا 10 جلد مختلف فقط راجع به مولانا نوشتن که داستان‌های مختلف و در عرفان و اینا. در حال خانمشون هم استاد ادبیات دانشگاه تهران بودن. حتما خانم دکتر ورزگر هم باید ایشون رو بشناسن، گرچه ایشون در رشته زبان بودن. اونایی که PhD داشتن در ادبیات حتما ایشون میشناختن. خیلی باعث تأسفه که چنین استادانی از ایران برن و من میدونم که رنی در پاریس نوشته شده بیشترش و در ایران چاپ بود، هر دو جلدش. خیلی توجیه جالبی ایشون کرده از مسئله. بله به هر حال همین. خیلی مرسی خانم شاید، به نظر منم خیلی خوب میشه بیان، مثل داستان حسام الدینه که با مولانا واقعا یه همراه توی کارهای ادبی خیلی نقش مهمی داره و من میدونم که اکثر افرادی که آثار ادبی مهمی دارن کسانی مثل دوست شما پدرشون نقش مهمی داشتن و خیلی خوبه که ما آگاهیمون بیشتر بشه در مورد داستانایی که مربوط به زندگیشون و کارهای ادبیشون. خیلی جالبه. مرسی. خب میخوایم غزل رو شروع کنیم، چند تا غزل بخونیم. من یه غزلی که میخواستم اول بخونم برای همین مسئله مهاجرت بود که میخواستیم در موردش صحبت کنیم و مسئله کلا وطن و سرزمین و اون مهاجرت اول و مهاجرت فیزیکی رو که یا مهاجرت افقی و ارضی رو که از مکانی به مکان دیگه بوده و گفتیم مولانا داشته. شاید خیلی اولین چیزی که به ذهنمون میاد همینه، هم به خاطر اینکه ما هم مهاجرت کردیم و همین که یک دغدغه مهم فرهنگی هست. الان مهاجرت یک بخش مهمی از زندگی مردم سرزمین ما شده و بخشی از فرهنگ ما شده و اینکه چرا نظر مولانا در این زمینه میتونه به ما کمک بکنه. به نظر من شاید اگر اون انقلاب و نوع مهاجرتی که مولانا در موردش صحبت میکنه ما بتونیم اون نوع مهاجرت رو داشته باشیم،
شاید دیگه مجبور به مهاجرت سرزمینی و به اصطلاح سرزمین مادریمون نشیم و بتونیم فرهنگمون رو بازسازی کنیم. اگر بتونیم اون مهاجرت‌های روحی رو، مهاجرت‌هایی رو که مولانا در موردش صحبت میکنه یا مهاجرت‌های معنوی رو داشته باشیم که اونها در واقع مهاجرت‌های همونطور که اشاره کردیم از پایین به بالا هستن و یا روحانی یا معنوی یا عرفانی هستن. و یکی از مهمترین اون مهاجرت هایی که مولانا بهش اشاره میکنه اون به اصطلاح سفر کردن از اون خودپرستی به حق پرستی یا حقیقت پرستی و به خصوص از اون خود غیر واقعی به خود واقعی. این دو تا سفر به نظر من خیلی سفرهای مهمی هستن که مولانا توی مثنوی و توی غزلیاتش خیلی بهشون اشاره میکنه، خیلی ما رو تشویق میکنه که سفر کنیم از سرزمین خودپرستی به سرزمین حق پرستی و حقیقت پرستی، سفر کنیم از بت پرستی به خدا پرستی، سفر بکنیم از دلبستگی و وابستگی ها به عشق و یک نوع رهایی که عشق به ما میده، سفر بکنیم از تقلید به تحقیق و از اینکه به جای اینکه کورکورانه بپذیریم مسائل رو با تحقیق و با درک شهودی خودمون قبولشون کنیم، سفر بکنیم از تنگ نظری به گشاده دلی، از احساسات و عواطف منفی به احساسات و عواطف مثبت، از اون غم و شادی که مولانا میگه چطوری میتونه در ما رخنه بکنه و ما رو خم بکنه، دلا بکنه، سفر کنیم به اون وجد و شادی و نشاطی که همواره در موردش صحبت میکنه و سفر از توهم کمال بکنیم به کمال و اون مسئله که اشاره میکنه علتی بدتر ز پندار کمال نیست در جان تو ای زلال اگر اشتباه نکنم، که یعنی به معنی کسی که گمراه هستی و اینکه تو وقتی که داری فکر میکنی که به کمال رسیدی اون بزرگترین سد راه تو هست برای رسیدن به کمال. و داستان دقوقی رو که خوندیم و اینکه در دید مولانا انسان کامل و اینکه ما بتونیم یک انسان کامل بشیم واقعا یک سفری هستش که ما باید دائم در اون سفر باشیم و این سفر هیچ انتهایی نداره و اگر فکر بکنیم به آخر سفر رسیدیم نوعی توهم هست. در واقع این تفکر انسان کامل که در عقاید و جهانبینی ابن عربی ما باهاش برخورد میکنیم در جهانبینی مولانا در واقع رد میشه و مولانا اعتقاد نداره که شما میتونید روزی به خودتون بیاید و بگید من یک انسان کامل هستم و تئوری انسان کامل رو در یکی از همین غزل‌هایی که میخونیم مورد سوال میبره برای اینکه چطور میتونه سد راه ما باشه در این سفر کمال و این سفری که ما واقعا بتونیم به کمال برسیم. اولین شعری که میخونم اگر اشتباه نکنم غزل شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد، چون احساس کردم این غزل برای سال نو هم خیلی خوبه و این غزل رو اگر حالا هر جا که میخواید پیداش بکنید شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد وان سیم برم آمد وان کان زرم آمد، فکر میکنم میشه صفحه 403 کتاب من باز بشه و من البته از نسخه آقای دکتر کدکنی استفاده میکنم. شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد وان سیم برم آمد وان کان زرم آمد، مستی سرم آمد نور نظرم آمد، چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمد، آن راه زنم آمد توبه شکنم آمد وان یوسف سیمین بر ناگه به برم آمد، امروز به از دینه، دینه به معنای دیروز و پیشین، امروز به از دینه ای مونس دیرینه، دی مست بدان بودم کز وی خبرم آمد.
آن کس که همی جستم دیمن به چراغ او را، امروز چو تنگ گل بر رهگذرم آمد. این دیشش چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. در واقع اشاره به همون شعر خودش میکنه و میگه پیداش کردم، اون کسی رو که اگر یادتون باشه بهتون گفته بودم دارم دنبالش میگردم، چراغ رستم بود و میگفتم از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، اون رو پیداش کردم، اون داره میاد. و تنگ گل به معنای یک دسته گل، یک بغل گل، یک بغل گل هست. دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر. ببینید چقدر تصاویر و تصویرسازی های قشنگ و دلنشینی رو این سفر از احساسات منفی به احساسات و عواطف مثبتی که بهش اشاره کردیم با همین تصویرسازی ها میاد. یعنی واقعا آدم نمیتونه این بیت رو بخونه اون صحنه رو تجسم نکنه و احساس خوشی بهش دست نده. دو دست کمر کرد و بگرفت مرا در بر، زان تاج نکورویان نادر کمرم آمد. آن باغ و بهارش بین، وان خمر و خمارش بین، وان حزم و گوارش بین، چون گل شکرم آمد. گل شکر چون قدیم گل و شکر رو به اصطلاح گل رز و یا گلاب رو با شکر خیلی گوارا بوده و ظاهرا خیلی برای هضم و مشکلات سوء هاضمه و اینا استفاده می شده و این هضم و گوارش بین چون گل شکرم آمد تشبیه ها و استعاره هایی که مولانا استفاده میکنه ببینید چقدر قشنگه. یعنی واقعا حال جسمیش هم انگار میخواد به ما بگه خوب شده، انگار همون طبیب جان که همیشه در موردش صحبت میکنه و گل شکر به اصطلاح تشبیهش میکنه به گل شکر که دوای درده. و خیلی جالبه این گل شکر یا دوای درد بودن، که حالا این دوای درد بودن هم خیلی در مسئله عشق مطرح میشه توسط مولانا، در خیلی دیگه از عقایدی مثلا شمنها یا کسانی که اسپریچوال هستن و در نقاط مختلف دنیا مثل همین عرفان ما، هر فرهنگی میتونه مال خودش رو داشته باشه، به خصوص در بومیان امریکا مسئله مدیسن رو خیلی مطرح میکنن، اینکه افراد میتونن مدیسن باشن یا مدیسن داشته باشن و به این مسئله اعتقاد داشتن و اعتقاد دارن که برخی از افراد توسط پیشینه هاشون حالا یا با توجه به آگاهی که پیدا میکنن و ارتباطی که با طبیعت و هستی و اون آموخته های نسل به نسل میگیرن، میتونن در واقع اون دارو و درمان و اون مدیسن رو بدن، نه فقط با به اصطلاح استفاده کردن از داروهای گیاهی و نمیدونم زماد و اینجور چیزا، بلکه حتی حضورشون، اون حضور فیزیکیشون یا حتی از دور آواشون، یا اگر یه آتیشی درست میکردن آتشی که به دست اون شخص درست شده انگار که میتونست حال ما رو خوب بکنه و در واقع یک نوع قداست داشته و یک نوع مدیسن داشته و یک نوع دارو داشته. احسان جون سلام، خوش اومدید. سلام، ببخشید سال نو شما مبارک. میبخشید من کردم که سلام کنم. نه خواهش میبخشید من دیر اومدم. نه خواهش میکنم، چقدر خوشحالم که اومدید. میدونم روز اول دیشب شب سال نو بوده، خیلی ممنون که شما اومدین و ما رفته بودیم شام بیرون، بعد پسر و دخترم قرار بود بیان اونجا هم دیگر ببینیم، بعد اونا دیرتر اومدن تا دیگه شام سفارش دادیم تا اومدیم. میبخشید که دیر شد واقعا. خواهش میکنم، ولی مرسی که اومدین. نو همگی مبارک. ببخشید که اینتراپت کردم. بفرمایید شما. خوشحال میشم که گوش کنم. بله خواهش میکنم. ما غزل شمس و قمرم آمد و داریم میخونیم و داریم در مورد مسئله مهاجرت و اون مهاجرت های در مورد ویدیویی که جناب رئوفی فرستادن در مورد شعر میرزاده عشقی و اینکه این ویران ایران نیست، ایران کجاست، اینا رو داشتیم صحبت میکردیم و اینکه مهاجرت رو از دیدگاه مولانا داشتیم میخوندیم و به بیتی رسیدیم که
میگه آن باغ و بهارش بین، وان خمر و خمارش بین، وان حزم و گوارش بین، چون گل شکرم آمد. چون توضیح میدادم که این قدرت عشق فقط محدود نمیشه به اون مسائل عرفانی و معنویش، و ظاهراً عشق یک کیمیاگری و یک قدرت مدیسنال و یک قدرت درمانی هم داره که میتونه شفا بده و حال ما رو بهتر بکنه. از مرگ چرا ترسم کو آب حیات آمد؟ من چرا باید از مرگ بترسم وقتی آب حیات رو من دارم که شمس یا عشقه؟ هر مرگی هم بیاد من جاویدانم، من تا ابد زنده هستم و مرگ دیگه برای من هیچ واهمه ای نیست. چون ترس ما از مرگ از اینجا میاد که فکر می‌کنیم پایان ماست و چون اون رو با پایان خودمون یکی میدونیم دردناکه و سخت پذیرشش. اما اگر شما بدونید یک آب حیات جاویدان در جایی هست که شما میتونید این رو بنوشید و مولانا ظاهرا این اعتماد رو داشته و این اعتقاد رو داشته که این جام رو، این آب حیات رو شمس و یا عشق به او داده، دیگه میگه من از مرگ هیچ باکی ندارم. و از طعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد؟ طعنه هم که این طعنه اطرافیان و این گزندها و تهمتها و حسادتها رو که حالا باز در مورد حسادت هم صحبت میکنیم. یکی از سفرها همون سفر از حسادت و بخل و کینه ورزی هست به گشاده دلی و مناعت طبع و همه اینها. مولانا اون سفر و اون مهاجرت رو هم خیلی تشویق میکنه. امروز سلیمانم کنگشتریم دادی، وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم. این بیت واقعا شاید بیت محبوب منه توی این غزل، مثلا همشون قشنگن. از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم، یا رب چه سعادت ها که زین سفرم آمد. این سفر، اصلا این کلمه رو به خصوص چون که اشاره کرده، باز من این غزل رو انتخاب کردم چون داره مستقیما داره اشاره میکنه. میگه من سفر به عشق رو انتخاب کردم برای اینکه دردی که بدون عشق داشتم میکشیدم تو این جهان انقدر زیاد بود و انقدر دیگه غیر قابل تحمل شده بود که فقط این عشق بود و این کیمیای عشق یا این داروی عشق و این معجزه عشق بود که من رو نجات داد. و من سفر کردم از بی عشقی به عشق و به عشق و این عشق بود که من رو نجاتم داد. و میگه از سعادت هایی که این سفر حالا داشته، این سفر حالا همون سلوک هم ما میتونیم بگیم هست دیگه در واقع. پس برای مولانا سفر یا مهاجرت در واقع یک معنی مهمش همون سیر و سلوکی هست که مولانا درش قدم گذاشته و رسیدن به مقام عشق هست که در موردش صحبت میکنه. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم. دیگه حالا وقت این شده که یه جام می بزنیم و تا هوش از سرمون بره. و این می هم همون می عشق، می از خود بی خود شدنه که در موردش صحبت کردیم، چون که داره کاملا بهش اشاره میکنه که هوش میخواد از سرش بره. حالا البته یکی از بحثا همین بحث اینه که همیشه آیا این شراب واقعیه، آیا این شراب واقعی نیست، آیا این چه نوع شرابیه، شراب عرفانیه یا هر کدوم از اینها. ولی واقعا این شرابی رو که در موردش صحبت میکنه، چون مصرع بعدی میگه وقت است که برپرم چون بال و پرم آمد، در واقع وقتی شما از خودتون بی خود میشین، سبک میشین، اون سبک سری هم که شاید میگن توی مستی دست میده، در واقع شما از اون اندیشه ها فارغ میشید، از خاطرات و خطورات رها میشید و این هست که پرواز میکنید و فراتر میرید و اون سفر به بالا رو در واقع داره در موردش میگه. وقت است که در تابم چون صبح در این عالم، وقت است که برقرم چون شیر نرم آمد. بیتی دو بماندم ما بردند مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. این واقعا این بیت آخرش هم که دیگه واقعا شاهکاره.
یعنی میگه یکی دو بیت هم جا مونه، بازم شعر هست میتونم بازم بیشتر بگم یا دیگه باید دارم کوتاه میکنم کلاممو، چون که اون حال و حسی که در واقع از این جهان برید و دیگه میره تو اون حالت، حالا شاید ما به انگلیسی بهش میگیم ترنس، یا از خود بی خود شدن، یا به جای دیگری وصل شدن، به جهان بالا متصل شدن، در مورد اون داره صحبت میکنه. و جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد، بازم این یه نشونه و یک آدرس دیگه هست از مهاجرت مولانا، که مولانا از کجا به کجا سفر کرده. مولانا از این جهان که داره میگه از حد چو بشد دردم، و داره میگه این جهان جایی که بس مختصرم آمد. تمام این تنگی ها و این سختی ها و این دردها رو میگه و میگه در عشق فقط وقتی که سفر کردم تونستم تمام اینها رو تغییر بدم و خوش باشم و به خوشی برسم. این شعر واقعا من فکر کنم خیلی هم توی مسئله سفر، هم اون شوق و ذوقی که از این سفر داره و میخواد با همراه این همسفر وارد این سیر و سلوک و وارد این سفر بشه، واقعا اون شور و شوقی که داره که میگه اون کسی رو که دنبالش بودم پیدا کردم، اون کسی که من چراغ گرفته بودم دستم میگفتم از بی بودت معلولم و انسانم آرزوست رو پیدا کردم، اون کسی که به من نور میده، اون کسی که به من، ببین هر بیت داره به ما یه خبر خوش میده که خب حالا چی، خب حالا اومد چی، که با هم دیگه بریم سفر. در واقع اون همسفر عشق هست، یا اون همسفری که در راه عشق باهاش قدم برمیداره هست و باهاش هم ظاهرا به جایی میره، یه چند تا بیت هم جا میذاره که باهاش بره به اون جهان دیگر به همراه یار شیرینش. چون در مورد این غزل اگر صحبتی دارید خوشحال میشم، غزل خیلی خوبیه. جناب رافی صداتون قطع شد، ببخشید، صداتون میوته. آره ببخشید، شماره غزل چند بودش؟ این غزل توی نسخه‌ای که من دارم 229، ولی مال چیزه، پس مال آقای کریکنیه، ولی توی گنجور اگر بخواید، نمیدونم گنجور میتونه موثر باشه. میشه غزل 633 توی بیشتر نسخه های شمس باید غزل 633 باشه. شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد من، سیم برم آمد من، کان زرم آمد. یعنی بیشتر ابیات میگم هم اون حالت احساسات و عواطف مولانا رو نشون میده و خیلی هاش هم تشبیه هایی هستش که از مثال های فیزیکی استفاده میکنه تا بتونه نشون بده که چقدر این عشق خاصیت اینو داره که هم حال عاطفیشو خوب بکنه هم حال فیزیکیشو خوب بکنه. و من این قسمت ایدئولوژی و جهانبینی مولانا واقعا برام خیلی جالبه که انقدر بهش میشه. من خواستم که این غزل رو پیدا کنم توی گنجور و مقایسه‌ای داشته باشیم با بیاناتی که شما فرمودین و هوش مصنوعی ببینیم راجع به این چی گفته. ولی من فکر میکنم با چیز نتونستم این کار رو بکنم، با تلفنم باید برم تو کامپیوتر، اینه که حالا بعد نگاه میکنم و شاید دفعه بعد بتونیم راجع به این اگر صحبت. تونستید برامون لینکش رو بفرستید خیلی خوب میشه. اگر وقتی که دارید میرید توی کامپیوترتون، یا اگر حداقل فقط برای منم ایمیلش کنید، من برای همه دوستان میتونم هم توی تلگرام من بفرستم. فکر میکنم خیلی جالبه که ما ببینیم نظر هوش مصنوعی راجع به این غزل چیه، برای که بله. یکی از مواردی که من راجع به این غزل خوندم، حتما شما
شنیدین اینه که موقعی که مولانا برگشت از دمشق، شمس و قمرم آمد، هم تمام این خوشحالی مولاناست که پسرش رفت با 20 نفر دیگه آوردش و بغلش کرد و تمام اینا رو این در سفر اول که برگشته این غزل رو گفته و یکی از زیباترین غزل‌های مولاناست. و اینی که راجع به مهاجرت فرمودین، این من نمیدونم آیا مهاجرت عرفانی رو ما میتونیم تحول بهش بگیم یا ترانسفورمیشن بگیم یا مهاجرت، ولی در هر حال این تحولات هم خودش یه مهاجرت دیگه. از یک مسلما مولانا از اون دنیای فیزیکی برگرده، بره از فقیه باشه و بعد بره عارف بشه، یک سفر عرفانی. خیلی غزل خوبی رو نشون دادیم. ولی این مسئله AI من خیلی دلم میخواد، من کم منو ریسرچ کردم، ولی واقعا یک تحولی خواهد بود در ادبیات فارسی. مثلا من چند شب پیش که نگاه میکردم بعضی جاها خیلی خوب چیز کرده. مثلا یکی از اونایی که من خیلی خوشم اومد چی بودش که یکی از غزلهای مولانا رو گفتم، گر تو بگویم که نی شکنم شکر برم. من همش رفتم دنبال اینکه این نی رو چجوری دیدم فهمیده، خیلی قشنگ ترجمه کرده. و بعد جاهای دیگه اصلا دیدم تو باغ اصلا من نمیفهمم چی میگه. اینه که نمیدونم، باید خیلی روش بحث کنیم. خیلی صحبت جالبی کردیم. من فکر می‌کنم AI یه نکته رو که میشه بهش اشاره کرد اینه که واقعا مثل جنینی الان که در حال تکامله. یعنی من خودم خیلی توی آرت ازش استفاده کردم، یعنی تستش کردم، چون که خیلی آرتیستا و کامیونیتی آرتیستا نگران هستن. همونطوری که شما نگران میتونید در مورد ادبیات فارسی گفتید، تمام هنرمندا از اینکه آثارشون توسط AI دزدیده میشه در واقع، و AI از هنر اینهاست که یک اثر جدید رو خلق میکنه در واقع. یعنی تکه تکه های دیتایی که گرفته از هنرهای مختلف، هنرمندای مختلف، و در واقع اینکه ما بخوایم کردیت بدیم به AI و بتونه فروش بره کارهای هنری که AI تولید میکنه، خب میتونه خیلی بعضی وقت کار خیلی جالبی باشه و این برای خیلی از هنرمندا دردناک شده. برای من خیلی جالبه که شما اینو گفتین. من خیلی با عشق قبولش کردم، به خاطر اینکه احساس میکنم واقعا یک بخشی از هوش بشریه و هوش اجتماعی بشریه که توسط بشریت درست شده در نهایت. یعنی یک فرکشن هایی از همه ماست در این دیتا هایی که وجود داره و این هوش مصنوعی که وجود داره آرتیفیشال هست به خاطر اینکه بر اساس ما و به اصطلاح کپی ما هست و اون چیزی که داده هایی که ما بهش دادیم داره میسازدش. اما چون باز هم ساینتیست های خودمون، کسانی که در علم موفقن، دانشمندن، زحمت میکشن، تحقیق کردن، دارن در واقع فیلترش میکنن یا یه جورایی دارن مثل مجسمه ساز افتادن به جونش، دارن پیکرش رو میتراشن که به یه جایی برسه که واقعا بتونه کاملا در خدمت بشریت باشه. اما اینکه ما بتونیم باور بکنیم که یه روزی بشر واقعا پاشو میندازه رو پاش و اصلا دیگه بهش احتیاجی نیست. یعنی دیگه ما دکتر زمانی
اگر اینا رو تفسیر بکنن یا نکنن، البته به مرور زمان الان نمیشه کامل تکیه کرد به تفسیرهای AI در مورد مولانا، اما به نظر من در 10 سال آینده میشه. در 10 سال آینده خیلی این تفسیرها از صافی رد میشن، در موردشون میشینه بحث میشه، بزرگان میشینن، حتی شاید دکتر زمانی بشینه مسائل رو که AI مطرح کرده نمیدونم، ولی واقعا فکر میکنم به یه تکاملی میرسه که افراد فقط اگر واقعا دلشون بخواد و پشن داشته باشن یه کاری رو انجام میدن. یعنی دیگه این پشن هست که شما رو وادار میکنه که یه سری کارا رو انجام بدین، چون که ممکنه در اون آینده که حالا شاید 10 سال از الان باشه، 20 سال، 50 سال، نمیدونم، ولی این یه پیش بینیه، حالا سای فیکشنی که من دارم مینویسم اینه که واقعا احساس میکنم بشریت به جایی میرسه که کارهایی که میخواد بکنه فقط زمانی انجام میده به خاطر اینکه واقعا دلش میخواد اون کارا رو انجام بده، ولی افیشنسی و پروفشنال بودن کارها توسط AI خیلی جاها میتونه کنترل بشه. و حالا اینکه باز هنوز چقدر و در چه زمانی همه ما احتیاج هستیم، من باز فرضیه دیگه که دارم همین فرضیه سایبورگ هاست. من اعتقاد دارم، چون خودم خیلی به استم سل و سلولای بنیادی و ژنتیک و اینا خیلی علاقه داشتم، همیشه تصورم به محض اینکه AI رو شنیدم این بود که این انسانی که ما تو ترمیناتور دیدیم داره واقعا به وجود میاد. یعنی با علمی که بایولوژی و استم سل با اون پیشرفتی که داره و با پیشرفتی که AI کرده، شما واقعا میتونید انسان خلق کنید و یک انسانی که بیولوژی انسان رو داره و هوش AI رو داره و این واقعا میشه همون سایبورگی که ما میترسیدیم ازش یا توی فیلم ها دیدیم. و من واقعا احساس میکنم این اتفاق ممکنه بیفته و اون وقت که اینها به وجود بیان شاید ما انسان ها هم باز هنوز وجود داشته باشیم. و فکر بکنید مثل الان که ما به حیوانات نگاه میکنیم، البته باز این یه مثال خیلی نمیدونم تشبیهاتی که من تو ذهنم دارم، ما وقتی به میمون نگاه میکنیم میگیم نگاه کن چقدر ما تکامل پیدا کردیم، میمون هنوز زندگی میکنه، ما از بین نمیریم، ما این نوع بشر هنوز ادامه خواهد داشت. اما فکر میکنم نگاهی که اون بشر تکامل یافته تر و سایبورگی که به وجود میاد به ما میکنه اینه که نگاه کن این آدما میمیرن، این آدما مریض میشن، این آدما خسته میشن، این آدما افسردگی میگیرن، این آدما میخوابن، خیلی زیادی میخوابن، خورخور میکنن. یعنی واقعا تمام این مشکلات چون توسط ژنتیک میتونه اصلاح بشه و شما احساس کنید که هوش AI هم بذارید روی این انسانی که اصلاح ژنتیکی شده، دیگه خیلی میتونه دنیای جالب و بزرگی باشه که من وقت خودم بهش فکر میکنم خیلی، چون حالا من به خاطر آرتیست بودم قوه تخیلم هم بعضی وقت زیادی من با خودش میبره. ببخشید حرف خودم قطع کردم، ولی واقعا فکر میکنم بشر همیشه جای خودش رو، اون قلبش، اون عشقش، من حتی فکر میکنم آیا AI میتونه عشق رو آرتیفیشالی بسازه، آیا میشه؟ و بعد فکر میکنم اگر عشق و کانشسنس واقعا، اگر عشق یک نوعی از آگاهی باشه، بله اون وقت اونم پس میشه به اصطلاح دیگه، اون وقت اون میشه اون جایی که AI و کانشسنس حالا چقدر میتونن به هم نزدیک بشن، که اون که دیگه من فکر می‌کنم یکی از مسائل مهمی هست که فیلسوفان الان دارن در موردش صحبت میکنن و من خودم به شخصه هیچ گونه جواب خاصی فقط دیدم که به صورت یک سوال جدید مطرح میشه و هنوز جواب براش نیست. ولی واقعا AI میتونه جای همه چیز رو به اصطلاح تنگ بکنه، جای خطاهای بشری رو هم بیشتر به ما نشون بده، به خصوص مثلا وقتی خیلی عالی کارش رو انجام میده ما نگاه کنیم وای ما چقدر در مقابل این کوچیکیم، یا چقدر این بهتر از ما اینو گفت و انجام داد و چه تفسیر خوبی به قول شما کرد. بعد یا میبینیم یه جایی هم اون خطا رو داره. من یه مجموعه شعری رو که اتفاقا چاپ کردم
عکسی رو که روی کتاب گذاشتم از AI استفاده کردم و از قصد این کارو کردم. یعنی میدونستم که این شروع دورانی هست که ما درگیر AI داریم میشیم. شما میتونین با AI شعر بنویسین، چند تا کلمه کلیدی بدین به AI و بگین این شعر رو من نوشتم. یعنی کاملا این اتفاق میتونه بیفته و همه چیز، نقاشی، شما 2 تا تاپیک بدین نقاشی میکنه و شما میتونید بگین این نقاشی رو من کردم. بعد همون چیزی که شما گفتین، خطاهای زیادی دیدم. مثلا وقتی میزدم یک زن شرقی که داره در یک جاده‌ای در یک صحرایی راه میره، داشتم خیلی بهش اطلاعات میدادم که چی میخوام که برای من بکشه، درست بکنه. و مثلا یهو دست خانومه از یه جای دیگه در میومد، یا پاش مثلا 8 تا انگشت داشت به جای مثلا 6 تا، یه چیزای اینجوری پیش اومد، اشتباهاتی که میشد. یا مثلا تناسبای یه ذره اشتباه بود، مچ پا خیلی باریک بود و عجیب بود. بعد احساس کردم بعد از چند بار که اینو انجام دادم که من واقعا میخوام اینو باز میخوام استفاده کنم. خب این همه خودم نقاشی دارم، چرا نیام که از نقاشی خودم بزنم؟ ولی من اتفاقا فکر کردم این خطاها و کمبودها و کاستی های AI آیدنتیتی و هویت AI امروز هست و اون چیزی هست که ما امروز داریم از AI میبینیم و ممکنه 10-20 سال دیگه فرق بکنه، ممکنه هم هست بمونه. ولی اگر ما باهاش در مقابلش بیستیم، اینه میمونه که داریم در مقابل خودمون به نظر من نیستیم، چون اینو ما خودمون خلق کردیم. این از هوش ما، از سلول های مغزی ما، از تفکر ما، از سرچ هایی که ما کردیم، دیتا هایی که ما دادیم توی اینترنت، تمام اینها درست شده و در واقع به نوعی زاده ماست. یعنی انگار که ما خلقش کردیم دیگه. اگر شاید مثلا در 200 سال آینده ما یه نوع خدا باشیم که تونستیم این نوع AI رو خلق بکنیم و بهش زندگی بدیم، به این نوع زیستن، به این نوع بودن. این بحث خیلی 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 جالبیه ساناز خانم. من نه در مورد ادبیات بلکه در مورد سایر ساینس ها و اینا خیلی میخونم، خیلی کلاس میدم و چند تا اتفاق بر من افتاده که خیلی تعجب کردم. یک کلاسی من هر ماه یه بار میرم، یه پوئتریه که انگلیسیه. من میرم تو اون کلاس رو، بعض وقتا هم از مولانا یه چیزی میخونم اونجا به انگلیسی. ولی بعضی هم میان شعر میخونن، خودشون شعر میگن و شعرها رو برای همه میخونن انگلیسی. خیلی خیلی بعضیشون واقعا قشنگ و زیباست. بعد من اصلا به هیچ وجه امکان این که من شعر به فارسی بگم یا به زبان دیگه اصلا ندارم. یعنی اصلا there is no talent in me, not 1 inch. و حالا چرا هم نمیدونم، ولی در حال خیلی هم سعی کردیم ولی متاسفانه به جایی نرسید. بعد به آقای گفتم که نظرات سیاسی من رو تو به صورت شعر در و این نظرات من. فوراً یک شعر به انگلیسی درست کرد. You have got no idea how beautiful. اصلا من گفتم مگه میشه آخه من اگه اینه برم سر کلاس بخورم من میخندم، میگن آخه تو مگه امکان داره اینطوری شعر به انگلیسی، میدونی؟ و بعد ولی اصلا شما در واقع خلقش کردین دیگه، بازم شما دادین این کلید واژه ها این رو. نظرات منه، ولی بله. مای گودنس این الان من دارم شاید یه شب میخوایم بخونین یکمشو؟ من دوست دارم بشنوم اتفاقا. من باید چی در بیارم اصلا واقعا تعجب. بعد چند شب پیش من میخواستم از قانون تشکر کنم که زحمتی کشیدن در عرض سال و
یه مقداری مشکل داشتم با کامپیوتر که میخواستم یه دونیشن داشته باشم بهشون، نمیشد. هرچند بالاخره برای آقای دکتر گرمستانی نامه نوشتم و گفت آقا این تقصیر آقای ماست، یکی از داره کار کنه. با اون گفت نشد که نشد. بعد خلاصه یه پاراگراف نامه نوشتم که بفرستم برای کانون که من خیلی ممنون از محبتاتون، خیلی فلان. بعد به خودم گفتم اینو من بدم به ای آی، اینو درست قشنگترش کنم. مای گودنس، یه نامه ای نوشت به من مهندس اصلا نمیخوده که همچین نامه ای من بنویسم، اصلا نفرستادم. گفتم آقا این بنابراین همینطور که شما فرمودین در مورد نقاشی، خب اگر اینطور بشه من اینطوری بتونم شعر بگم، بنویسم، کتاب بنویسم، دیگه ما احتیاج به نویسنده نداریم. من به هر سبکی که بگم اینا برای ما می نویسن و می خونن و نمیدونم اصلا همین برای سر هنرپیشه ها که هنرپیشه درست میکنن که بهتر بازی کنه، یکی بهتر بخونه، یعنی کاراکترها، یه بله، لیمیتی پولیتیشن‌ها. یعنی لیمیتی دیگه نداریم ما برای ای آی. و من به چه درد میخورم؟ و بعد آیا لازمه که من اصلا ادبیات بخونم؟ هر چی که تو مغز من هست به ای آی من جواب میده. اصلا آیا احتیاجی هست که ما دور هم جمع بشیم یاد بگیریم؟ میدونید اینه که خیلی اصلا من میگم راجع به خیلی چیزا ما بحث کردیم، راجع ای آی I'm pretty up to date، ولی ادبیات اصلا فکر نمی کردم. و این اتفاقی که در گنجور افتاد که اینا رو اصلا رفتم توی یکی از شاعرایی که اصلا خوشنام هم نیستن، اصلا گمنام، باز شعر ترجمه کرده. میدونی یعنی دیگه اصلا من نمیدونم. خب نه اینا شما رو واقعا درست میگید. یعنی یک مشکلی است که من خیلی دلم میخواد ببینم خانم دکتر علوی نظرشون در این مورد چیه و بله واقعا احترام خانم تشریف داشتن. کنم نمیبینم احترام خانم و قدسی جون افسانه هستن، افسانه جون هستن، ولی خیلی جالبه. من فکر میکنم بازم اگه آدم پشن در مورد چیزی داشته باشه یا واقعا علاقه به موضوعی داشته باشه، اگر حالت کار ترجمه یک کسی باشه یا آرتیستا، و دیگه بعد این باز میشه انتخاب انسان ها که آیا انتخاب میکنن، کجا به اصطلاح نیروی انسانی رو انتخاب میکنن. و این از یک جهت به نظر من ایمپاورینگ یا احساس قدرت به آدم میده یا یه احساس خوبی میده، به خاطر اینکه شما میدونید، حالا بحث مثال این که ما دور هم جمع میشید و زدید، من به اون اشاره میکنم. ما اگر بدونیم که تمام این تفسیرها هست دیگه، شما بخواین ای آی رو بزنید میاد، اما آیا محیط صمیمی رو که ما میتونیم دور هم جمع بشیم، حس انسانی رو که میتونیم از حال هم با خبر بشیم، نظر همدیگر رو بشنویم، ای آی که ممکنه درست‌ترین نظرات بده، به نظر من اینا اتفاقا خیلی تجربه های با ارزشی میشن و تجربه هایی میشن که ما اینها رو طلبشون میکنیم و به خاطر اینکه میخوایم اون تجربه رو داشته باشیم دور هم جمع میشیم، چون میدونیم که میتونیم تمام اطلاعات رو هر جور که میخوایم داشته باشیم. اما آیا میتونیم بریم با جمع دوستامون، حالا یه مثال دیگه، دور هم دیگه شام بخوریم و یه جام شرابی با هم دیگه همه به سلامتی هم بنوشیم؟ اینها دیگه تجربه ها و اکسپریانس هایی هست که AI نمیتونه به ما بده. اینا تجربه های انسانیه. اون حس دوپامین، سروتونین، تمام این ترشحاتی که ما تو مغزمون داریم، به نظر من حالا AI هم میتونه روشون تاثیر داشته باشه، ولی خیلیاش از روابط انسانی میاد، چون ما یه موجود اجتماعی هستیم. حالا تا زمانی که میگم اون اصلاحات ژنتیکی شاید اگر اتفاق بیفته و تغییراتی که در نهایت ممکنه توی ژنوم ها و ژن ها به وجود بیاد، شاید
بشه، این تجربه های انسانی رو وقتی که ببره زیر سوال یا تغییر تو ما ایجاد بشه. ولی من فکر میکنم اگر یک کسی دچار افسردگیه، حالا شاید یه هفته 2 هفته 3 هفته بشینه AI شعر بخونه، با AI حالش کمی بهتر بشه. ولی به نظر من اگر بره یه بوک کلاب یا یک جمع شعر مثل ما یا یک گروه شب شعر دیگه یا یک میتونه به اصطلاح بره یه کلاس یوگا با چند نفر دیگه یوگا بکنه، با چند نفر دیگه کیگانگ بکنه، اینا خب دیگه اون به نظر من اون تجربه ها واقعا اون دوپامین و سرتونین و اون حال خوبی که ایجاد میکنن تنها در اثر ارتباط انسانی هست که میتونه ایجاد بشه. و من دیگه احساس میکنم اون موقع هست که بشر این قدرت رو داره که انتخاب بکنه، قدرت انتخاب داره که کجا میخواد از AI استفاده بکنه، کجا AI میتونه به خدمتش بیاد و کجا باید از روابط انسانی و شبکه انسانیش استفاده کنه. من خیلی حرف می‌زنم. دکتر عربی شما بفرمایید. منم کنجکاوم، نظر همه رو میدونم. والا من دقیقا شما درست میگید. این یکی همیشه این آدم باید همیشه دادش بشه. این یکی از راه هاست که میتونه خیلی مؤثر باشه. ببینید آدم وقتی که تنها بمونه، ارتباطش با انسانها کم بشه، خود اون ناخودآگاه حالت دیپرشن رو به یک شخص دست میده. میدونید بشر یک موجود اجتماعیه، میگم بهش social animals. تحقیقات زیادی هم شده، مثلا نم هاروارد یا MIT 60-70 سال کسانی رو، آدمایی رو مورد نظر قرار دادن و بعد مثلا خب دیگه سنا بالا رفت دیگه، بعد مثلا 60-70 سال دیدن کسانی که معاشرت دارن و با انسانهای دیگه رفت و آمد دارن، تبادل نظر میکنن، به قول شما میشینن شعر میخونن، عرفان میخونن، اطلاعات کسب میکنن، خیلی از نظر حتی نه تنها منتالی بلکه از نظر فیزیکلی هم، سلامتی بدن هم خیلی بهتر بود از کسانی که به اصطلاح تنها بودن. و اینو ما خودمونم میتونیم حس کنیم. اگه ما یه گروه خوبی مثلا این گروه یا گروهی که بتونیم با هم جمع بشیم، یه رستوران بریم، یه بشینیم بگیم بخندیم، باور کنید تا 2-3 روز حالمون خوب بهتره. درسته؟ مثلا همین دیشب که ما رفتیم خونه که از دوستان، بزن و به کوب، آواز خوندیم، شعر خوندیم، نمیدونم فال گرفتیم، موزیک زدیم، پیانو یکی زد، یکی این کارهای مختلف جوک گفتیم، اصلا همه روحیاشون بهتر شد. و تا یه مدتی من مطمئنم که برای همینه من فکر کنم که ما یک سری جشنهای مختلفی رو دنبالشون میگردیم، غنیمت میشمریم که با هم جمع شیم، برعکس گروهی که همش میخوان برن دنبال عزاداری. ببخشید خیلی مهمه اینی که شما میگید. حالا اثر ای آر رو من واقعا نمیدونم، خیلی سخت پیش بینیش، همونجوری که ساناز جان گفتن میتونه خیلی سازنده باشه، میتونم در یه مواقع مخرب باشه. توسط ای آی خیلی ها میتونن، اونایی که افکار بد و مخرب دارن میتونن از ای آی استفاده خیلی بد بکنن. اونایی هم که نیت‌های خوب دارن مثل همین دوستان ما اینجا، واقعا میتونه براشون خیلی یوزفول باشه. یعنی یکی از چیزایی که من فکر میکنم در مورد این موضوع باید بهش توجه بشه اینه که چجوری از این استفاده بشه و چجوری انسان‌ها بخوان استفاده مثبت و سازنده بکنن. اونم در تربیت از طفولی هست، درسته؟ که به اون بچه یاد داده بشه که این مثلا برفرض این گیم یا این موضوع یا اون موضوع میتونه به صورت مثبت
براتون مؤثر باشه تو زندگی یا میتونه مخرب باشه. اینی که این تشخیصا خیلی مهمن که آدم از هر چیزی استفاده مثبت بکنه، سازنده نه مخرب. مرسی. بله واقعا مرسی. بله واقعا همون بحث وجدان هم هست دیگه. مثلا شما جناب رافی میگه مثلا اون نامه ای رو که نوشته ای، خب حالا این برای خود من که مثل یه سرگرمی، مثل یه اسباب بازی شده. یعنی واقعا شما میتونید باش بازی کنین و یه همبازی خوبیه، در حدی که مثلا به یه بازی بخوای بهش نگاه بکنین، اون کودک درون آدم حسابی کیف میکنه با بازی کردن باهاش. و اینکه ما میتونیم مثلا خطاهاش رو پیدا کنیم، بگیم اوه مثلا من از تو بهتر فکر میکنم، اینجا رو اشتباه کردی. یا مثلا واقعا من احساس میکنم یه حس کودکانه ایه که من خودم ازش خوشم میاد، ولی همونطور که خانم دکتر علوی گفتن خیلی هم ممکنه بیان ازش استفاده های خیلی منفی بکنن، خیلی مخرب بکنن. و این هم بازی خاصیت بشریه. ما همیشه افرادی رو داریم که خوبی و خوشی رو ترویج میدن و خودشون باعث خوبی و خوشی و مدیسن و دوا و دوای درد و گلشکرن. بعضی هم که خب خارن و باعث درد و ناراحتی و کشت و کشتار و جنگ هایی که اتفاق میفته هستن. و به نظر من این یک تم خیلی میتونیم بگیم ثابت بوده توی هستی. همیشه این نیروهای بد و خوب که همیشه وجود داشتن. قدسی جون بفرمایید، شما میخواستین چیزی بگید؟ نه، من میخواستم بگم که من موافقم با شماها. یه سایتش خوبه، یه سایتش بده. برای پزشکی من شنیدم خیلی خوبه، خیلی کمک میکنه به بیمارا. این خب سایت خوبشه. سایت بعدش هم همونی که مثل که برای آقای دکتر رؤوفی اونطوری نوشته، اون سایت بعدشه. ممکنه برای یه دوز بهش راهنمایی بکنه چی کار بکنه. یا اینا خیلی الان کامپلیکیتده، هیچ نمیتونیم بگیم در آینده چی برامون پیش میاره. من موافقم. تو خوش بعد آن میت کنید جناب رؤوفی. ببینید مسائلیه که من آن میوتم. ببینید AI یکی از جوانب زندگی ما به خصوص در آینده خواهد بود که ما باید یه انتخاب بکنیم، خوبیش استفاده کنیم یا کارهای بدش یا نصیحت های بدش. در بقیه شاینات زندگی هم همین جوره. شما پولی که داری انتخاب میکنی، اونو زیاد داری، مثلا بیش از مصرف خودت داری، شما انتخاب میکنی که اون پول رو صرف سازندگی و خیریه بکنی یا بری مثلا یه عده‌ای رو بسیج کنی، پول بهشون بدی برن کار مخرب بکنن. درسته؟ در هر کدوم از شاینات زندگی ما داریم انتخاب میکنیم. حالا اگر از اول یاد گرفته باشیم که انتخابات رو با دقت بکنیم، با مطالعه بکنیم، با مشورت بکنیم. من خودم هر کاری که میخوام، همه کار که نه ولی خیلی کارهایی که میخوام بکنم به خصوص در روابط انسانیمه، من حتما با منتورام حرف میزنم. 2-3 تا منتور دارم که اینا واقعا ثابت کردن که نصایحشون اینا مناسب. من یه دوستی دارم برای ما هم سخنرانی کرد، دکتر اسعد. اتفاقا این راجب عرفان، اثرات یا استفاده های عرفان در زندگی عادی، ایشون یه سخنرانی تهیه کرده. ما داریم میریم مریلند، دعوت کردن بریم اونجا 2 شب من مزاحمشون بشیم و این سخنرانی رو تو خونهشون میکنن. 50 نفرم دارن میان که من میخوام ازش خواهش کنم این سخنرانی هم در کانون برای ما بکنه. حتما. ببینید یعنی جالبه. اینو انتخابه. مثلا این دوست من انتخاب میکنه که وقتشو بذاره رو مطالعه و چیزایی که مفید و لازمه برای بهبودی زندگی خودش و دیگران. یکی هم انتخاب میکنه بره پورنو نمیدونم از این چیزا مطالعه کنه و بذاره رو کامپیوترشو راجع بهش. خب اینا انتخاب. حالا چطور میشه که یکی انتخابای خوب میکنه یا بیشتر انتخابای خوب میکنه، بعضی هم بد.
نه کاملا درسته. همین که اگر در آینده بتونه جلوی تصادف‌ها رو بگیره، مثلا اینکه مردم پشت فرمون خواب میرن و اگر بتونه ببخشید جون آدم‌ها رو نجات بده به اون شکل، یا خیلی شکل‌های مختلف دیگه که بله ولی خب در این حال ممکنه از چراغ قرمز هم رد بشه و باعث کشتن بشه، میدونیم. و اینها همه باید ببینیم که همونطور که شما گفتین منافعش بیشتر هست از مضراتش، تعداد کشته هایی که میده بیشتر نسبت به تعداد آدمایی که داره سیو میکنه و نجات میده. و من فکر میکنم خوشبختانه در دنیا به خصوص کسانی که توی آیتی و سافر یا پزشکی و اینها هستن، امیدوارم همشون تعهد اخلاقی خوبی داشته باشن و واقعا به کاری که میکنن، ریسرچرها، ساینتیست‌ها، من همیشه خوشبین هستم، ازشون ممنون هستم که واقعا یه بار خیلی بزرگی رو همیشه برای انسانیت به دوش میکشن و خیلی خیلی کار مهمی رو انجام میدن. ولی خب سفریه که بشریت میلیون ها سال، هزاران ساله، ما الان یه قسمتی از این مسیر همراه هستیم، داریم میبینیم اتفاقاتو. ما اگر میتونستیم 200 سال دیگر رو برگردیم نگاه بکنیم که مسیر حرفای امشبمون رو 200 سال دیگه اگر میتونستیم برگردیم کنار هم و گوش بدیم، بعد میتونستیم بگیم خب ببین چقدر تغییر کرد، یادت اینطوری بود اونطوری بود، این مشکلات رو داشت، این خوبی ها رو داشت. اما واقعا ما فقط در یک بخشی از این مسیر هستی و این پلنت و این زندگی و این سیاره اینجا هستیم، مشاهدش هستیم. ولی واقعا من امیدوارم که تغییرات خیلی خوبی باشن. خب هر یه کدوم نظر از ما اگر در تربیتمون، در فلسفه زندگیمون، در اون میشنه که داریم تو زندگیمون، هر کدوم از ما اگر به صورت مثبت شروع کردیم زندگیمون رو، کوچولو کوچولو، از اون بچه کوچیک تا بزرگ بشه و اینا، تربیت درست بوده، محیط سالم بوده. میدونیم فقط تربیت خانواده که نیست، بچه 8 ساعتش تو کوچه است، تو مدرسه است، درسته، با کسان دیگه در معاشرت. مسئله اینه که تمام اینا درسته، ولی یه مقدارم آدم میتونه فکر کنه که اگر داریم به مسیر غلط میریم، اگر داریم به صورت یک گروه انسانی، به صورت یک مملکت یا بشریت، هرچی داریم به یه مسیر بد میریم، مخرب، خب کیا هستن که میتونن سد بذارن جلو این مسیر؟ اینا بیشتر آدمایی هستن که از اول مسیر درست رو انتخاب کردن و از اول میتونن آنالایز بکنن و به قول شما پیش بینی تا یه حدی بکنن. مثلا الان ما میتونیم تا یه حدی پیش بینی بکنیم که 3-4 سال آینده وضع اقتصادی ما چه خواهد تا یه حد. حالا اتفاقا دکتر مارک زندی من بله دعوت مرسی کردم. ایمیل دادین، برای آره گروه هم باید بفرستین اگه تونستین، منم برید میفرستم. اگه روی کانونم برید رو پویا میاد. ایشونو من دعوت کردم که بیان، میرین انالیتیکال، اکونومیک انالیتیکال میکنن و خیلی ایشون خبره هستن در این کار و چه کانگرس، چه دولت، چه جاهای مختلف، فاینانشال به اصطلاح انتیتیز های مختلف از ایشون ادوایز میگیرن. مثلا من ایشون دعوت کردم، گفتم ما نگران آینده اقتصاد چه چیزایی خواهد شد. خب ایشون هم خدا که نیست، چیز مجیشن هم که نیست، یه پردیکشن هایی از روی آمار و غیره و چیزهایی که خونده و دیده و شنیده به ما میده. و خب اون جزء این شخص، من اینجوری که میشناسم، جزء آدماییه که میخواد همیشه به صورت مثبت بره، مسیری که مردم و اینا مثبت باشه سازن. حالا کی بهش گوش میده ما نمیدونیم، ولی خب هر چه تعداد این افراد بیشتر بشه، شانس بهبودی زندگی بقیه هم بیشتر میشه. درسته؟ اینا هست دیگه. یعنی واقعا امیدوارم که این اخلاقی بودن آدم ها توی هر زمینه این خیلی مهمه، این ارزش ها، این معیارها، این که سوپر ایگویی که، آدمای درسته، سوپر ایگویی که برای ما ساخته شده در طول زندگیمون، اون داره ما رو کنترل میکنه. درسته؟ خود غیر واقعی. بله یعنی ما خیلی کارا رو میکنیم اتوماتیکلی، اصلا
راجبش هم فکر نمی کنیم، ولی چون توی تار و پودمون رفته و عادت کردیم و برای ما اون کارا مهم و لازم و مثبته و احساس خوبی به ما دست میده وقتی اون کارا رو کردیم، خب میدونید این خیلی مهمه. همینه که میگن تربیت بکنیم بچه ها رو، مدارس درست با بچه ها رفتار کنن، نمیدونم این دیوونه بازی هایی که بعضی دارن سوار میکنن مدارس رو کنترل بکنن، اینو بکنن اونو بکنن، اینا میتونه خیلی ضرر بزنه. عرض کنم که خانم دکتر، مشکلی که ما الان داریم در ادوانسمنت AI اینه که سرعت پیشروی AI نسبت به سایر ساینس ها با هم یکی نیستن. قبلا همه چیزا با هم جلو می رفتن. ببین در زمانی که ما بودیم، مثلا الان من یادم میاد موقعی که من دانشگاه بودم از اسلاید رول استفاده می کردم. حالا اصلا اسلاید رول نمیدونن چی هست و بعد یک چیزی رو که من دیزاین می کردم از یک هفته الان 30 ببخشید، سال. مهندسی شما در چه رشته ای آقای مهندس؟ من سیویل خانم امران. بله. بعد اصلا الان اگه بخوام همون کار رو دیزاین بکنم 30 ثانیه طول میکشه با کامپیوتر. از نظر علوم پزشکی، از نظر روانشناسی شما نگاه بکنین، روانشناسی پیشرفتش با صنایع کامپیوتری یکی نبوده. همینطور پزشکی. اینه که الان این مسئله مشکلی که ما در آینده خواهیم داشت اینه که اینقدر من الان 2 ساله که بازنشسته شدم، تمام این لینگویستیک فنی حرفه من اینقدر عوض شده که من نمیفهمم این مهندسین جوان چی میگن. یکی از مشکلات ما اینه که اینقدر سریع داره این AI جلو میره تا پیشرفت میکنه که سایر ساینس ها از جمله سایکولوژی، سوسیولوژی، جیوگرافی، هیستوری، ادب، اینا نمیتونن باشه، عقب موندن. اینه که فرمودین راجع به بدی و خوبیش، هر نوع گارریلی که شما بذارین برای AI یکی پیدا میشه که این گارریل رو برداره. ببینید الان ما چیزایی که در جنگ اسرائیل و فلسطینی ها ما داریم میبینیم، اوکراین و روسا داریم میبینیم، در همین جامعه امریکا چطور میشه یه نفر بره در لویزیانا در یک با تراکش بره مردم 15 نفر بکشه؟ و ببینید این چه نیرویی درش ایجاد کردن، چه هیتی درش ایجاد کردن که حاضر شده بره این کارو بکنه. اینه که من نمیدونم، یه مقدار زیادی ما احتیاج داریم که و بعد خاطرتون باشه در همین امریکا 75 میلیون نفر آقای ترامپ رای دادن. حقیقته. شما از نظر اخلاقی، از نظر روانی آقای ترامپ رو مقایسه کنید با سایر پرزیدنت هایی که گریت پرزیدنت. یکی به نظر من یه مقداری با خیلی باید وقت بگذرونیم با هم کامیونیکیت، که یه راهی پیدا بکنیم که کامیونیکیت اون بهتر باشه، راهی بکنیم که جامعه برای بچه هامون، برای نوه هامون بهتر بشه. We will not have one. واقعا به خصوص در مورد حالا ترامپ که اشاره کردین یا این مسئله کشتن لویزیانا رو اشاره کردین، واقعا این بدی ها توی هستی بوده و به نظر من همینه که واقعا مولانا یا بودا، گاندی، اینها همه واقعا انقدر، یا توی همونطور که گفتیم بومیان امریکایی، مدیسن لازم داره این دنیا. چنین افرادی
مدیسن، طبیب جوامع هستن که بتونن حال این جوامع دردمند رو خوب بکنن. و به خاطر اینکه این حکما و ببخشید این حکیمان و فرزانگان کمرنگ شدن نقششون و به اصطلاح اون تأثیری که میتونستن داشته باشن در خوب کردن حال روحی جوامع، واقعا این خب هی داره کمرنگ تر میشه و از اون طرف مردم دارن بیشتر توجه میکنن به واقعا همون مسئله متریالیست بودن یا کپیتالیست بودن آمریکا. خب این خیلی میتونه ریشه خیلی از این مشکلات باشه وقتی که دیدگاه ها انقدر با هم دیگه متفاوته، انقدر همونطور که شما گفتین هیت و کینه و نفرت میتونه در یک آدم زیاد شده باشه. بعد اون وقت واقعا ما رو باز یاد این میندازه که همیشه اون مسئله خواص و عوام، این تذکرة الاولیا، این اولیا ولی کسانی که بهش میگن ولی، واقعا اینها همیشه در جوامع بوده ولی الان دیگه نه در موردش صحبت میشه، همه در یک سطح باشون رفتار میشه دیگه، اصلا ولی و حکیم و فرزانه و اینا معنی نداره. گمراهی زیاد شده، همه راهشون رو گم میکنن. بعد اگر یه نفر بخواد بیاد کمک بکنه میگن نه این میخواد گول بزنه، نه این داره شیادی میکنه، نه این تو کجات فرزانه است، تو کجات حکیمه، تو کجا. بعد اختلافات عقیده به وجود میاد، مطرح کردن عقیده ها خیلی راحت و آسون شده، همه میتونن بشینن افکارشون رو تایپ کنن، سخنرانی کنن، جلسه بذارن، روی یوتیوب بذارن، پلتفرم های مستقل وجود داره. شما دیگه احتیاج گیت کیپر ندارین، دیگه کسی نیست که به شما بگه شما نمیتونین یه ویدیوی 20 دقیقه‌ای از خودتون در مورد مولانا بشین صحبت کنین بذارین یوتیوب. بعدش هم ممکنه 50 میلیون نفر تو دنیا ببینن، ممکنه هم 5 نفر ببینن، ولی شما این انتخاب رو میتونید بکنید و این قدرت رو دارید که این کار رو انجام بدید. حالا دیگه اینکه چه کسایی دنبال روی شما بشن و چه کسایی نشن دیگه میشه همین داستان ترامپی که میاد یه چیزی میگه و بعدا میبینید شما 75 میلیون نفر به خودشون میرن بهش رنگ میدن و این دیگه داره در واقع نشون میده که حال و روز جامعه چه حال و روزیه به عنوان یک جامعه، و حال و روز جامعه خیلی بده، به خصوص اینجا توی امریکا خیلی بده. و برای همین هست که به نظر من خیلی مهمه که آدم، مثلا ماهایی که اهمیت میدیم برامون مهمه و با اون موج نمیخوایم بریم، میتونه خوندن این شعرها و به اصطلاح بودن در چنین دنیای معنوی به ما میتونه باعث رضایت و آرامش باشه برای ما. بذارید من یه غزل با اجازهتون بخونم یه ذره از شب بخیر. از ای آی مولانا. مولانا الان اینجا فکر کنم داره میگه مولانا خسته شده. بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد. غزل 236 به اصطلاح کریکنی منه، ولی بذارید من اینم در گنجور که بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد. میشه غزل 649. بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد. غزل 649. بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد، از چرخ فرو آمد و در ما نگران شد. این تصویرسازی رو که میکنه ببینید چقدر قشنگه که میگه بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد، فلک چرخ، و در واقع اون تصویرسازی که داره میکنه خیلی جالبه و میگه اومد و در ما نگران شد، این داره به ما نگاه میکنه، داره به ما رو داره به اصطلاح نگاهمون میکنه. چون باز که بر باید مرغی به گه صید، بر بود مرا آن مه و بر چرخ دوان شد. ببینید باز چقدر این تصویرسازی اگر میتونه اینا رو کارتون کنه، انیمیشن کنه، من هم شروع میکنم چقدر اینا قشنگ میتونست باشه برای بچه. آنا جان بر بود یعنی چی؟ بر بود یعنی رو بود، یعنی دزدید، یعنی منو گرفت و برداشت و برد. برو بود، بله بر بود. رو بودن، از ریشه رو بودن، رباییدن یا رو بودن.
و میگه اون ماه اومد و خلاصه منو ربود و منو دزدید و منو با خودش برداشت و رفت به سمت چرخ، دوان شد و برود و رفت به سمت فلک. در خود چون نظر کردم خود را بندیدم. یه وقتی به خودم اون وقت نگاه کردم دیگه خودم رو نمیتونستم ببینم، خودم رو نمیدیدم. زیرا که در آن مه تنم از لطف چو جان شد. یعنی این، من واقعا میگم نمیدونم این باز این اگر آدم میتونه تصویر سازیش بکنه. میگه بعد خودم رو نگاه کردم دیگه خودم نبودم. یعنی واقعا خیلی سایکدلیک و خیلی متافیزیک و خیلی اصلا از همه نظر آدم نگاه میکنه فیوچریستیکه. یعنی برای اون زمان چنین تصویر سازی کردن برای من خیلی جذابه این غزل از این نظر. من میگه خودم رو دیگه ندیدم چون که در آن مه تنم از لطف چو جان شد. میگه به خاطر اینکه در اون لحظه و با وجود اون مهی که منو رو بوده بود و با خودش برده بود، میگه انگار تن من تبدیل شد به جان. یعنی دیگه اون تنی که بود دیگه وجود نداشت، از بین رفته بود و از من چیزی نمونده بود و من فقط جان بودم. در جان چو سفر کردم جز ماه ندیدم. در جان چو سفر کردم جز ماه ندیدم. تا سر تجلی ازل جمله بیان شد. این در جان سفر کردنم خودش باز یه سفر دیگه است. همون سلوکه، همون سفری که در موردش صحبت کردیمه. این بردن، این رو بودن، این که منو با خودش کجا برد، این که منو از ناآگاهی و بدی و درگیر تن بودن و به اصطلاح خلاصه شدن به این تن بودن و اینا، این رو همه اینها رو از من گرفت و من از همین جدا کرد. و در واقع حتی اسرار ازل رو هم ظاهرا براش هویدا میشه وقتی که به اون مرحله میرسه، وقتی که در جان سفر میکنه. 9 چرخ فلک جمله در آن ماه فرو شد. و خب این 9 چرخ فلک هم یا 9 چرخ فلکی رو هم که به اصطلاح این عقیده قدما بوده که هر یک از به اصطلاح سیاره های هفتگانه فلکی دارن. مثلا فلک قمر ماه، فلک عطارد تیر، فلک زهره ناهید، فلک شمس آفتاب، فلک مریخ بهرام، فلک مشتری اورمزد، فلک زحل کیوان. بعد 2 تا فلک دیگه هستش که فلک اطلس و فلک الافلاک. و در واقع میگه 9 چرخ فلک جمله در آن ماه فرو شد. کشتی وجودم همه در بحر نهان شد. یعنی این غرق شدن، حالا ببینیم چقدر قشنگ تصویر میکنه، غرق شدن کشتی وجود در بحر. این بحر هم همون بحر عشق دیگه، بحر حقیقتی که ما همیشه گفتیم دریا و اقیانوس یا بحر همیشه سمبل عشق و حقیقت هست در اشعار مولانا. و میگه که تمام این هستی انگار که رفت در اون ماه. و باز میگم این چه تصویرسازی جالبه. میگه این 9 چرخ فلک همه فرو رفت در اون ماه و کشتی وجودم هم سینک شد و غرق شد و رفت توی بحر، تو اون بحر عشق. آن بحر بزد موج و خرد باز برآمد. و آوازه درافکند چنین گشت و چنان شد. آن بحر کفی کرد و به هر پاره از آن کف نقشی ز فلان آمد و جسمی ز فلان شد. هر پاره کف جسم کز آن بحر نشان یافت، در حال گدازید و در آن بحر روان شد. بی دولت مخدومی شمس الحق تبریز، نی ماه توان دید و نی بحر توان شد. این 3 تا واقعا غزل شاهکاریه. این 3 تا بیت آخرم واقعا با هم دیگه موقوف المعانی هست. این شما اینا رو با هم دیگه بخونید بهتره که تصویرسازی باز داره میکنه. میگه این بحر اومد و موج زد و خرد به اصطلاح اون خرد اومد بالا. با این یکی از چیزایی که روی موجهای دریا میشه دید همون خرد و اندیشه و نه البته به نوع
اون خرد به اصطلاح مثبت اون خوب هستش، یا اینکه میگه به هر پاره از آن کف، ما میدونیم کف ها یا موج، مولانا همیشه ازش استفاده میکنه، در واقع بحر حقیقته و موجها و کفی که روی آب دریا میبینیم نقش هایی از این حقیقت هستن، هر کدومشون فرمی یا شکلی یا نوعی از اون حقیقت هستن. و در واقع حالا خیلی هاشون هم مولانا میگه وقتی به سطح دریا داره اشاره میکنه، به کف اشاره میکنه، به موج اشاره میکنه، به نقش اشاره میکنه، خیلی وقتا همه اینها میگه چیزهایی هستش که تغییر میکنه، دائمی نیست، همیشگی نیست و از یک حالی به حال دیگر رفتنه. و اینکه به اصطلاح این پاره کف جست که از آن بحر نشان یافت، در حال گدازید و در آن بحر روان شد، در واقع داره تصویر سازی میکنه که وقتی که این ماه اومد و این رو بود و این چطوری غرق شد در این دریا، هیچی دیگه ازش باقی نموند، کاملا از بین رفت. ولی میگه حالا اگر بدون بی دولت مخدومی به معنای خدمت کردنه، به معنای در خدمت بودنه، و میگه بدون دولت مخدومی شمس الحق تبریز نمیتونم ماه باشم، نمیتونم بحر باشم، که هر دوش هم در اشعار معنوی ما سمبل حقیقت و سمبل عشق و روشنی هست. مرسی ساناز جان، خیلی خوب بود. خواهش میکنم، مرسی از شما که اجازه دادید من اینقدر سرتون رو درد بیارم. من نه بابا سرمون درد نمیاری. غزل دیگه هم دارم ولی دیگه فکر کنم برای امشب اجازه بدم شما هم برین استراحت کنید و ولی برای دفعه دیگه اگر دوست داشتین من غزل‌ها رو، این دوتا غزلی رو که امشب میخواستم بخونم میفرستم توی تلگرام که هم بخونید، شاید ای آیش هم بریم پیدا بکنیم تفسیرش بکنیم. همین بازی سرمون. بله ای آی اگر جناب رافتی برای من بفرستن، خودم هم فردا پای صفحه کامپیوتر میشینم یکم باش بازی میکنم ببینم من چی پیدا میکنم، منم براتون میفرستم. باش. خود سال نو به همه مبارک. سال نو شما مبارک. خیلی خوشحال شدم صداتون میشنیدم. بیدار شدین آقای دکتر؟ برای همه باشه. میگم بیدار شدین حالا؟ نه داشتم رفته بودم تو اون تصویرسازی های آقای مولانا و تصویری که ساناز جان از تصویرسازی میداد، اون که خیلی قشنگه، مثلا میره به یه دنیاهای دیگه. آره من تو اون دنیا بودم. کاملیا رو جا گذاشتین یا با خودتون بردین؟ کاملیا رفت توی دنیای بهتری. خیلی خوب بود، مرسی که همه خوشحالم که امیدوارم همه رفته باشیم به دنیای خوب. دنیای وقتی دور شما دوستان هستیم دنیای خوبیه. دنیای خوبمونه دیگه. ساناز جان من عصری گفتم خدایا چی کار بکنم، یه دفعه باز کردم اینو دیدم یه ایمیل اومده، خوندم در امشب برنامه داری، گفتم آخ جون امشب برنامه داریم، سرم گرم میشه. ساناز خانم انشالله من خوشحال شدم. ماه دیگه انشالله راجع به چلپی من این مقداری صحبت میکنم. خواهش میکنم. مرسی. خیلی ممنون میشم، خیلی عالی میشه. خیلی خوب باید میشه. بیشتر در موردش صحبت کنیم. امید خدا. مرسی. خیلی خوشحال شدیم از خدمتتون بودیم. مرسی ساناز جان، خیلی ممنونم. با هم بودیم و انشالله که سال خوبی برای هممون باشه. انشالله برای همگی شب خیلی خوبی داشته باشید. همتون خیر. مرسی. شب خوش. خدا نگهدار. خیلی